امروز قرار کاپیتانای هر کشور رو بذاریم داخل یک گردونه و ببینیم چه کشورهایی در میاد. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله هم فعال کنید. پس بزن بریم. خب بریم سراغ اولین گردونه. 11 تا کشور باید در بیاد، بعد 16 تا کشور کلن. بریم برای سراغ اولین گردونه ببینیم کی در میاد. یوبالفت اسکاتلند، اندی رابرتسون. آرژانتین، لیونل مسی. ترکیه، هاکان چاناغلو. هلند، ویرجیل وان دایک. بیا بنیش باشدم و خواهم حرف بزنه شیطم نکن جان ننه دارم غم دقم کنه دارم غم دقم کنه. بریم پنجمی. ایتالیا، جانلویجی دوناروما. سوئیس، ژاکا. کره جنوبی، سون. اسکاتلند در اومد تا الان 8 تا. انگلیس، هری کین. پرتغال، رونالدو. 10 تا. آخری دوباره تکراری اومد. اسپانیا، رودری. خب بریم. بچه همونطوری که مشاهده میکنید سوال من انتظاری هری کین، مسی، ژاکا، آبجان، رودری، وندای، رابرتسون. سون هم اینجا هست که مهاجم. ما یه اشتباهی کردیم. دیگه FC اجازه نداد تا دیگه بازیکن رو بیاریم. بازیکن رو تکمیل شد. رونالدو ما نتونستیم بیاریم فقط تا بریم سراغ بازی.
رسیدن.